خب آقا بریم یه دو سه تا از این کراشا رو بخونیم ببینیم داستان چیه، چه خبره. میگه سلام، یه دختر خانومی شنبه حدودای ساعت 12 تو پارکینگ با یه ماشین شاسی بلند بود که نمیتونست پارک کنه. بهش فرمون دادم و پارک کرد. چشاش یکی از قشنگترین چیزایی بود که دیدم. اگه هستی همون پیامی که میخونی اعلام حضور کن. آقا یه سوال میپرسم میگم الان این خانم اگه سوار پرایدم بود باز انقدر چشماش قشنگ بود یا نه؟ بی خیالش. حالا اینو بریم بعدی. دومی میگه سلام، حرفم با اون دختر خانم موفرفری کوچولویی که دوغ آبلی میخورد. یعنی چی؟ توی علوم انسانی خواستم بگم دوغ آبلی خیلی دوست داری؟ هر موقع که دیدی دوغ دستت بود یه نگاه هم به ما بکن، قول میدم برای دوغ بخرم. این مرد رویا هاست. اینو صفر فجاست، این مرد رویا هاست. چیه این خدا وکیلی. بعدی میگه این ایرپاد رو تو سرویس بهداشتی دانشگاه پیدا کردم، تحویل حراست دادم. بعضیش یکی اومده نوشته که این بنده خدا که استوری ایرپاد زد چه دستای باریک و بلندی داری، بهت میخوره خودت هم باریک و بلند باشی. یا خدا، رو دستات کراش زدم. قطعا رو خود شما هم اگه صحبت بشم و ببینمت کراش میزنم و دلم برات سر میخوره. اگه تمایل داری بیا بیشتر با هم آشنا شیم. آقا بی خیال. میگم دختر خانم از این به بعد یه حرکتی بزنید، اصلا کلا تو دانشگاه هیچ کاری نکنید، نه بخندید، چون هر حرکتی بزنید ممکن رو برگردتون یه کراشی بیاد یه نفر بزنه. خب